سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. داخل این ویدیو خفن قراره که چیکار انجام بدیم. داخل این ویدیو خفن قراره که با آقای مستر وانشات کیک بریم یک کاستوم خفن. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو هم چنل رو سابسکرایب بکنید، یه لایک هم پای ویدیو بکوبید و بدون معطلی بریم. خب آقا بچه عزیز، وارد کاستوم شدیم. آقا بچه ما یه نکته بود که اینجا بهتون بگم. آقا واقعا من از اینجای ویدیو یه عذرخواهی به شما بدهکارم. میشه گفت واقعا تو این کاستوم اولین کاستومی بود که میشه گفت انقدر پینگم داخل این کاستوم خراب بود، و اگه انقدر پینگم خراب بود به بزرگی خودتون ببخشید. و خلاصه اینکه بریم سراغ کاستوم خفن. بریم اینم اسم آقای مستر وانشات بود که دیدید، و گیلش هم گیل خودشه دیگه. خلاصه آقا، و اگه هم دوست دارید واسه این گیلد داداشمون هم تست بدیم دیگه بگین دیگه خداییش. آره آقا بریم سراغ ویدیو. خب آقا من اینجا منتظر بودم که آقا بعد حالا اینجا منتظر بودم که این داداشمون بیاد اینجا باشه، یه فایت ریز وحشیانه بدیم و کارشو در بیاریم. اینجا همین نو میره یه امپی خالی کنه روش دیگه که نمیشه. و خلاصه اینکه آقا بچه اون قضیه اون دوراندم که میبینید داداشمون گرفته این بود که حالا من نتم خراب شد تو اون دوراند. و آره دیگه خلاصه آقا، و این داداشمون هم واقعا یکم کمپری بازی رو در آورده دیگه. خدا وکیل نمیفهمم واقعا سیستمش چجوریه. و آره دیگه خلاصه بعد آقا بچه حالا تا این داداشمون که داریم میریم با این داداشمون هم فایت بدیم. آقا این نکته هایی هم بود که بهتون میگم. آقا من همونجوری که داخل اون تکست، حالا داخل کامیونیتی چی میدونم هرچی بهش میگن، داخل اون بخش آخر چنل یوتیوب هم اوبن ازم اینجا 300 خورده فکر کنم بخوره خورد. عرضم به خدمت شما که داشتم میگفتم آقا داخل بخش کامیونیتی چه میدونم هرچی بهش میگن، من زیاد انگلیسی خوب نیست بچه‌ها. هرچی حالا داخل اون بخش آقا من یه پست گذاشتم که گفتم توی چند روز آینده نیستم، ولی خب اکثرا دوباره برگشتم و هستم. ولی خب بچه‌ها یه نکاتی که بود درباره ویدیو من همونجوری که حالا توی پست‌های قبل داخل هم چنل تلگرام هم داخل چنل تلگرام و اینا بهتون گفتم، من یه مدتی حالا قرار نباشم، ولی خب میشه گفت به سختی که حالا ویدیو رو میذاریم دیگه. و خلاصه بچه‌ها حالا فعالیت اصلیمون هم دیگه همونجوری که بهتون اطلاع دادم از فکر کنم ولوش دیگه اوایل خرداد ما دیگه شروع میشه و دیگه کارا رو در بیاریم جمع کنیم دیگه خدایی. و اینجا هم 2 وست میزنم و ایران دم میگیریم ببشی بنازم. و خلاصه اینکه بریم سراغ راند بعد و ببینیم چی میشه. برو بریم. خب آقا من اینجا منتظر این داداشم بودم، داشتم باش تیم اپ میکردم، بهش بگم بیا با شاتگان بزنم. میدیدم اصلا شاتگان این روش نمیشه شاتگان بزنم. خب دیگه به هر حال دیگه. و خلاص آقا ما رفتیم سراغ فایت و از اینجور کارا. و این داداشمون یخاش خیلی بد میاد و این داداشمون علاقه زیادی کلا به اوریون داره بچه‌ها، یعنی جز اوریون هیچ کار دیگه بلد نیستن. چجوری رفتم داخل یخش نمیدونم، هرچی شد دادن دیگه. آره خودش آقا. و همین دیگه خلاص آقا این داداشمون فقط نمیدونم چرا انقدر چیز بازی در میاد. داداش بیا فایت بدیم دیگه داداش یارو. الان ابکم دارم بیا. خب آقا ما الان از این ور می‌خواستم ابکش در بدیم، این از این ور داریم. چه منطقیه عجب. داداشمون اینجا میره یه هد سوسکی به این داداشمون بزنه، آماش شده یه هد میخوره، ولی خب نمیمیره. بیشتر ام پی هم جدیدن بچه‌ها یا فکر کنم این کاستومه حالا توی میشه گفت اوایلی که امتحانات سخته من بود، چون دیگه خودتون مثلا در نظر بگید دیگه مثلا امتحانه توی اوزیون داشته باشید دیگه نمیتونید اصلا بیا گیم از اینجور کارا رو انجام بده. حتی اونا که میان دیگه واقعا دمشون گرم دیگه، اونا اوضاعشون خیلی یا وخیمه یا قرار از این حرکتای سوسکی مانند انجام دیگه. خدا وکیلی نمیدونم، ولی خب در هر حالت دیگه دمش هم گرم دیگه خداییش. آقا بریم سراغ ایران هم به پایان برسون ببینیم میتونیم یا نه. و آره خداییش، ولی تیر آخر رو بسخوریم. عجب گیری افتادیم خدا وکیلی. تیرای ما همیشه جدیدن داره بس میخوره، واقعا عجیبه واسه خودم بچه، خیلی عجیبه. و خلاصه این که آره دیگه آقا بچه لطفا سریع هم حساب بزنید، سریع یه هول بدین ما بریم ساعت حساب رو رفت کنیم و دیگه کارا رو در بیاریم. و خلاصه همین دیگه آقا بریم سراغ فایت این راند. خب آقا بچه عزیز بریم سراغ فایت این راندم ببینیم چی میشه و با امید پیروزی داداشتون نه ببینیم چیکار میکنه این داداشمون. مستر وانشات کیک یه حرکات سوسکی مانند انجام میده، ببینیم چیکار میخواد انجام بده این بازیکن.
یا حالا یه دیزر میزنه همین نوع به نازم دوباره میره تو این اوریون بیشرفش. عجب گیری افتادیم. همین نوع هم اینجا یکم وست مالش میکنه و دوست چرا یختو بر نمیداره. یختو بردار دیگه یارو. اینجا یکم چیز بازی در بردم، صحنه رو باش کنم دار کردم ولی خب اصلا مهم نیست. و خلاصه این که آره خداییش آقا بریم یه هده مانندمش بزنیم صدا سگ بزن، یعنی یه وقتی داره. ولی خب داداشم اگه داریم مستر وان شات کیک داریم این ویدیو رو میبینه که بنازم چه هدی خوردیم و دیگه برو خونتون در بزنیم. برو خونه آره خونه. خب آقا این راندم بریم یه چی بهش میگن یه دونه مکتب معذرت هم بهش بزنیم ببینیم میشه یا نه. خدا وکیلی که عجیبه داداش یه راش نمیدی عجیبه. حالا بچه من برعکس این داداشمون مکتن گرفتم اون واسه ما رفته این پیچل گرفت. عجیبه. بعد تازه بچه من جدیدن چون سنس هم آواز کردم خیلی سنس هم به نسبت بهتر شده، چون چند روز رو که امتحانات سنگین ها دیگه تمام شده ما راحت تر میشیم یکم پلی میدیم. ولی خب دیگه باز همون اوضاع قدیمی رو داریم و عجب پلی بهم دارم من کنم حدتون دمه شد. ولی خب دیگه بالاخره دیگه خداییش آره. و این داداشمون هم مثلا خیلی گذاشت بخیمه. آقا بچه من یکم میخوام چون اینجا تمرکزم رو این باشه سکوت میکنم شما گوش بدین. یعنی گوش بدین که منظورم بازی رو ببینید دیگه. آره خلاصه گوش بدید چی عجب. آره دیگه خلاصه آقا بنازم داشتم اینجا پیدی بنازم عالی آفرین گاد. بچه خدا وکیلی من یه حسی که بهم میگه نسبت به حالا میشه گفت شما که دارین این ویدیو رو از روی حالت ویو نگاه میکنید، ولی به نظر من میشه گفت که تمامی ویدیوهایی که از ویو شما دانلود یا هر چیز دیگه میشه کیفیت نمیگم میره بالا یا پایین، مثلا کیفیت رو کار ندارم هر چی بذارم بری مثلا شما نمیدونم والا این چیز واقعی یا نه انا برای خودم دارم میپیشونم بیرون. مثلا بعضیا میان که اینجا اسکال مکس هم واسهتون بزنم ببینید. خلاص آقا داشتم میگفتم بعضیا میان وقتی ویدیو رو دارن رکورد میکنن سر کیفیت اسموت دارن پلی میدن، بعد طرف میاد کیفیتش از داخل گیم استاندارد میکنه میره داخل گیم یعنی میره داخل ویوش و میبینه کیفیت هم یعنی واسه ترفندایی که حالا خیلی خواستن بدونن و هم بهتون گفتم. ولی خب یه چیز بزنید ببینید واقعیه که دیگه با خودتون میگه و خلاصه همین دیگه دمتون هم گرم. و بچه ها اگرم از این ویدیو توی حداقل 24 ساعت به 100 تا ویو حالا بیشتر هم رسید اشکال نداره یه کد جم داخل ویدیو بعدی میذارم من خودتون باشه. و خلاص همین دیگه. این داداشمون چقدر علاقه زیادی به میدکیت زدن اوریون داره ولی خب درکش نمیکنم. من دست میخوام فشار بدم به خاطر تمامی اوریونا که میزنی. خداحافظ. آفرین بخدا. فشار داشتی؟ تو عمرش چقدر فشار نخورده بودی؟ فکر نکنم. نمیدونم. ولی خب هرچی دیگه به هر حال دیگه به من هیچ ربطی نداره. تو این میخوری میای اوریون برمیداری میای داخل کاسمونو عجب گیری افتادیم خدا وکیلی. خلاص هم دیگه دمت هم خداییش. آره خب آقا بچه عزیز بریم سراغ اینان. آقا احساس میکنم تو این رانده یه حرکت فنی قرار بهمون بزنم. بذار ببینم. آره حرکت فنی هست دیگه میخواد بزنه دیگه. داداشم نوداش خیلی وخیمه و داداش فکر کردی من اوزام خیلی وخیم مثل تو که نیستم دیگه. عجب یه بار دو بار از این حرکت ها بتونه انجام بدیم. ما خودمون خدای این حرکت هاییم دیگه. آره خداییش آقا. اینجا یه هدفش زدم ولی خب همش نمیدونم واقعیتش بچه من امپیام همشون از دم وستن، یعنی اقدر وست میزنم که تو عمرتون وستر رو خوردی و چشیدی. آفرین اقدر. و کسایی که امپیمو تایید میکنن اصلا فول وانشات بخوره حتما تو کامنت ها یه تیک بذارن. تیک از این تیک های سبز اینجوری علامت های تیک بذارن دیگه. خلاصه دمتونم گرم و عشق منی دیگه. خلاص آقا
وقتی میخوای از ویورات کامنت بکشی بیرون. آره خلاصه که بریم سراغ ایران خفن ببینیم چی میشه. این داداشمون اگه بیاد اینور که واقعا دمش گرم، اگه نیومدم که واقعا اوضاع خیلی وخیمه سید. ولی خب به هر حال الان من دارم اینجا تیر میزنم، اون داداشمون هم داره از اون ور تیر میزنه. عجب گیری افتادیم خدا. حالا فکرش کنم من اینجا تیم اپ کنم داداشمون بزنه سر پس کله من. بیا عجب، واقعا خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اصلا میمونه آدم چی بگه به اینا. خلاصه اینکه بریم سراغ این راند خفن و اینجا استارت بزنیم و ببینیم امینو چیکار میکنه این بازیکن. اینجا یه حرکت فنی انجام میده، یه حرکت فنی اون باشه 110 تا هد خورد. فکر کنم اینجا بچا این رانده که نت من میپره. آره نتم پرید آقا. این راندم بهتون گفتم که حالا این راند رو عمدن گذاشتم ببینیم بچا، چون واقعا ببینید دیگه اون دورانی هم که من خوردم ببینید با چه وضعی بوده. و خلاصه بریم سراغ راند بعد. بریم. خدا وکیلی چه مستر وانشات کیک باشی یا هر چی دیگه، واقعا دمش گرم که این حرکت رو به ما داد. آقا من اینجا رفتم دودول یه چیز برداشتم، دودول ایکس برداشتم. این واقعا شعور یه پلیر خاصی داره نشون میده که میگه بیا با ام پی بزنم. منم ام پی رو برنداشتم، گفتم این دست چالشی برم با ببینم چی میشه. و خلاص اینکه رفتیم آقا سراغ اصل کاری رو انجام بدیم. آقا یه اینجا می‌خواستم بچه‌ها واقعا اینجا خفتش کردم. حالا ببین چه حرکتی میخوام انجام بدم اینجا. خب واقعا ببینید دیگه اینا ترفنده نیو دیگه، هیچ کس اینا رو بهتون یاد نمیده. بیا هدو داشتی؟ من اینجوری واقعا دیگه باید بازی کنم دیگه. این راندار اینجوری باید بزنی که کاستوم رو سریع مثلا اینجوری تموم کنی دیگه خداییش. و خلاصه این که و بچه از میدونین که من اصلا واقعیتش اگه مثلا داخل رنکید کسی به من بخوره و مثلا ببینه به چیزی نه، واقعا شرمندم. یکی اینکه من هیچ وقت فشاری یا چیزی پلی نمیدم، اگه فشاری هم پلی بدم دلیل داشته واقعا. و آره دیگه خلاص اینجا هم یه دنس قلب میزنیم به نشانه اعتراض. میریم سراغ این راند خفن هم استارت بزنیم و آره خداییش. خب آقا بچه‌ها من اینجا اصلا منظور این داداشمون رو متوجه شدم و فهمیدم. فکر کنم میگه بیا اینجا فایت بدیم و آره خلاص آقا ما رفتیم اینجا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. و خلاصه این که آره خداییش آقا بریم ببینیم چی میشه و آره دیگه بنازم. داداشمون اینجا میره سراغ یه فایت سوسکی و ببینیم چی میشه دیگه. بنازم میدونه از این چیز بود پکر با همون فکر کنم. آره بود پکر بود دوباره رفت تو این اوریون بیجورش. واقعا نمیدونم اوریون دیگه داداش چیزش گذشته، چی بهش میگن دورش گذشته، چجوری شما از این استفاده میکنید؟ حداقل فصل بدبخت رو زدن ضعیفش کردن دیگه چبل شد. البته خب چبل نشد واقعیتش بچه‌ها. مثلا شما وقتی ارتفاع میپری یه حرکات سوسکی مانند انجام میده. بچه میخوام یه چالش برم اینجا ببینم میتونم برم یا نه. یه چالش ریز میریم اینجا. فکر کنم المنت شدم. نه او همچنان زنده است، هیچ وقت نمیمیره. تو ذهنت درکش کن اینو. نه او هیچ وقت نمیمیره بنازم. آره خلاص آقا و همین دیگه خداییش آقا. ببینیم این دست چیکار میتونیم بکنیم، ببینیم میتونیم بزنیم پسش بیاریم پایین. و بچه خیلی دوست دارم این دست هد بخوره، اگه هد بخوره خیلی خوبه. و خلاص اینکه با یه وودپکر هدمون بشه یا نشه. بگو بشه یا نشه. خدا وکیلی بشه دیگه. بشه معذرت، نشه معذرت. وست شد همش، وست شد همش، وست. آره خداییش همش وسته. آره خدایی خداییش که داداش خدایی کردم. خدایی چی میگی؟ اوزان وخیمه بچه. بنازم تیر آخر رو هد داشتی؟ بنازم خدا وکیلی. خب آقا بچه عزیز خیلی ممنونم که داخل ویدیو همراه من بودید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. و آقا یه نکته هم بود که بهتون بگم آقا بچه عزیز، اگه من داخل ویدیو چیزی گفتم صرفا به شوخی بوده و به دلتون نگیرین. و مخصوصا این داداشم که با ما اومد کاستم و دمش گرم عالی بود. و فعلا تا ویدیو بعدی خداحافظ.